دیگه نیازی نیست بری هزینه میلیونی کنی بابت داشبورد باز کردن و سیم کشی بیرون ریختن. خب بچه‌ها میخوام بهتون نحوه رفع برق‌دوزی هر ماشین هیچ فرق نمیکنه بهتون یاد بدم. با یه تیکه سیم و لامپ تست سر باتری مثبت رو باز میکنید، این سر لامپ تست رو میزنید به قطب باتری و سر دیگه لامپ تستتون هم میزنید به خود سر باتری. اگر چراغ روشن شد یعنی برق دوزی داری. میری از داخل اتاق توی کابین دونه دونه فیوزا رو میکشی، هر کدوم رو کشیدی دوباره میزنی سر جاش، بعد نگاه میکنی. اگر کشیدی چراغ لامپ تستتون خاموش شد یعنی مشکل از اونجاست. یه تیکه سیم برمیداری میزنی به مثبت باتری، میکشی میبری. حالا هر جایی امکان داره اصلا از سوکت‌های داخل موتور باشه، امکان داره از سوکت ساعت باشه، هر جایی میتونه باشه. یه تیکه سیم وصل میکنی به مثبت باتری، میکشی میبری میزنی به مثبت همون فیوز یا سوکتی که کشیدی لامپ خاموش شد، وصل میکنی به اون، برق‌دوزیت کلا رفع میشه. دیگه نیازی نیست بری هزینه میلیونی کنی بابت داشبورد باز کردن و سیم کشی بیرون ریختن. یا علی.